رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خیلی گرامی، من در یک سؤال شما میخواهم جواب گردانم. این سؤالم باشد، بسیاری از برادران از ما سوال کردند که آیا همین شعر خواندن یا غزل خواندن آیا همینا از نگاه دین درست هست یا نیست؟ زیرا که بسیاری نمیدانم از کیهای شنیدن که هر کسی که شعر میخواند ایرا بدعت میگویند، ایرا ضلالت میگویند و ایرا از نگاه دین نادرست میگویند. اولا برادران عزیز و خیلی گرامی، من از همه شما خواهشم همین است که امروزها حقیقتا هر گونه عقیده ها پیدا شده است و هر گونه رویه ها پیدا شده است و از بس که من فکر میکنم که مردم جای مراجعت کردنشان کم است یا اینکه قناعت نمیشوند از جوابهایی که میگیرند، پس مراجعت میکنند در شبکه ها و در اینترنت ها و یا در نفرهایی که گوییم اونها در مقلدی به مذهب نیستند، پس اونها در شبهه و در شک میافتند. برای این برادران عزیز و گرامی، این یگانه مسئله نیست که در او شماها را ناراحت کنند که وقتی یک کس شعر میخواند در حال بعد چی گویند؟ نمیشود که در جای همون شعر یک آیت قرآن خوانی، نمیشود در جای همون شعر یک حدیث پیغمبر خوانی. و تو شاعری، تو چی؟ با این سخنها میخواهند که برادر عزیز فکرهای شما را، عقیده های شما را عوض کنند. لیکن الحال من انشاءالله برای شما از قرآن و از انشاءالله صحیح بخاری اثبات میکنم که آیا شعر خواندن در اسلام ما، در دین ما، آیا یگان گناهی دارد؟ آیا یگان ضرری دارد؟ نه، ندارد. انشاءالله هیچ چیز ندارد. فقط باز میگویم که اینها فقط در یک مسئله با ما در حالت اختلاف و در حالت بگیم بدگویی و بدزبانی نیست. بسیاری مسئله های هست که برادر عزیز و گرامی اینها برخلاف مذهب ابو حنیفه، برخلاف حتی اهل سنت و الجماعه، حتی اینها خستگی هستند، حتی اینها مقصد در همون استدلال استنباط خودشان ایستادگی هستند. برای من چقدر شما را دعوت میکنم پیروی از مذهبتون کنین، پیروی از عالمهای مذهبی کنین، تا که همین خیلی شبهه و همین خیلی سخنهایی که اونها میگن سخن اون را یک حرف بیهوده شمارین و شما چیزی را که از علمای خودتان، از دانشمندای خودتان میپرسین، دیگر از شبهه و شک بیرون باشین. ولی ببینین من چندین مسئله ها را اینجا آوردم که اینها در مورد این بحث و مناظره ها دارن. از اون جمله ببینین برادرای عزیز، میگه یکی از مسئله هایی که یعنی اینها میخواهند که پیروای مذهب ابو حنیفه را در همون عقیده هاشون و در خواندگی هاشون در شبهه و شک اندازن. این فرق بین مسلمان و مؤمن، یعنی مسلمان از مؤمن چی فرق دارد؟ در گرد همی هم اینا شور می اندازن
که مسلمان از مؤمن فرق دارد. همین را گرفته و وقتای زیادی مردم را گرفته و فکرهای مردم را به چون جلب کرده و همچنان ایمان کم می شود یا زیاد. این هم بحث است. اینا هم بحثای زیاد طلب میکنند که ایمان کم می شود یا زیاد می شود. دیگر در باب وسیله، آیا وسیله درست است یا درست نیست؟ اکوی مسئله که خیلی معروف و مشهوره رفع یدین میکنن و آمین بلند میگن و دستاشون روی سینه میمانن، اینش دیگه علاکه گویم این مرحلهش فکر میکنم شما علاکه گذاشتین که اینا هم در همین بابت هم اینقدر سخروی ها و اینقدر بی‌ادبی ها کردن. دیگر وقتی امام پیش که در آمد میگه، امام اگر به شرطی که در نماز خفیه باشد باید مقتدی از پشتشم همون سوره فاتحه و زمی سوره را بخواند. حالا که مذهب ما و شما را قبول ندارن، یعنی بحثای ما در این مسئله هست. دیگر اینا میگن تراویح 8 رکعت، ما میگیم 20 رکعت که الحمدلله دلیل های مذهب ما و شما با قوی تر است. اینها میگن کسی که اگر به نام پیامبر زیارت برود حرامه. ببینید تا اینجا را که حتی زیارت پیامبر اینا حرام میشمارن. دیگر خون میگه طهارت نمیشکنه. میگه 4 رکعتی که پیش ای فرض جمعه نخونینش که بدعت گناهگار میشی. تحیه مسجد میگه اگرچه امام موعظه هم که داشته باشه بخونین. این میگه واجبتر ای امر معروف ده. در بالای قبرها میگه آیت قرآن نخونین. سلام میگه با 2 دست نکنین که گناهگار میشین، با 1 دست سلام کنین. همچنان اگر ما در لب یک دسترخوان نشستگی باشیم همون دست برداریم دعا کنیم، میگه دعای دست جمعی نکنین که بدعته. دیگر میگن اگر 3 طلاق کنی یا 100 طلاق کنی یا 1000 طلاق کنی 1 طلاقه. حالا که نه برادر عزیز، آدم با 3 طلاق 100 طلاق 1000 طلاق گناهگار میشه، یکی 3 طلاق واقع میشود. این 4 مذهبی را میگه، تنها ابو حنیفه نمیگه. اینا میگن در حالت حیض اگر زنک طلاق کنی طلاق نمیشود. ما میگیم که در حالت حیض کسی طلاق میکنه و گناهگار میشه، لیکن طلاقش واقع میشه. اینا من نمیگم، اینا تمام کتاب های مذهبی خودمون میگن. اینا میگن که میدونی که میگن خدا در آسمانه، یا میگن خداوند در بالای عرش قرار گرفتگیه، نشستگیه، یا را عقیده شو نمیه. من یک سخن حضرت علی را آوردم برادرها گوش کنید. میگه حین قیل له یا امیر المؤمنین این الله، یک نفر میگه پیش حضرت علی آمده گفت همین خدا در کجای؟ برادرها گوش اندازین. حضرت علی چی میگه؟ فقال این الذی این لا یقال له این. گفت این چی سواله؟ گفت درباره آن ذاتی که خودش مکان جای خودش می آفره، از همو اللهی که خودش مکان می آفره درباره مکان باره سوال بیتی. بعد از آن گفت ثم قال، بعد از آن گفتش کیف الله، خیلی خدا چگونه؟ با حضرت علی گفت این الذی کیف الکیف لا یقال له کیف. آخه همون خدایی که چگونه را، چگونگی را خودش می آفره، با از اون می پرسه که الله چگونه؟ یعنی برادرای عزیز، آخه عقیده اهل سنت بر همینه که خدای مهربان از ازل بود، پیش از اونی که عرش را به آفره
الله بود پیش از عرش در کجا بود؟ این خدای مهربان، این خدای توانا برادران بر مکان نیاز نداره. بر مکان نیاز نداردیم. اون رویه های مشبهه و مجسمه است که خدا را همچون جسم قائلن و او را برده در بالای عرش میشیناننش. و این عقیده یهودی هاست که میگد الله یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه در 5 روز زمین و آسمان و دنیا را آفرید و ششم روز که خسته شید بعد در بالای عرش رفت تکیه زد. این عقیده یهودی هاست. حضرت علی نمیدانست که خدا در آسمان، خدا در بالای عرش. چرا نگفت؟ چرا نگفت؟ حضرت علی دائم با پیامبر بود. آیا همین از پیغمبر نشنیده بود؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی، یعنی ما در بسیاری از مسئله ها با اینها مقصد موافق نیستیم. از این لحاظ اگر شما خواهید که خدای مهربانتون به یگان شک شبهه عبادت کنین و الله مهربان همیشه اختان راضی کنین و راه درست و راه بی خرافات و بی شرکیات داشته باشین، پیروی از مذهب ابو حنیفه کنین. انشاءالله شما هیچگاه راه نادرست خطا را انتخاب نکردین. میایم به سری که آیا شعر خواندن در اسلام درست است یا نه. برادرای عزیز، ما در سوره یاسین آیت 69 داریم. قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما علمناه الشعر. ببین خدای مهربان چی میگه؟ ما پیامبر را شاعر نکردیم و ما ینبغی له، و لایق و سزاوار هم نیست که او شاعر باشد. برادرای عزیز، هر یک آیت به خودش سبب نزول داره. برای چی خدای مهربان همین سخن گفت؟ آیا همینجا مذمت شاعرای؟ نه. مذمت شعرای؟ نه. بلکه در مکه مکرمه، در دنیای عرب که شاعر بسیار بود، شعرگویی بسیار که بود، مشرکا چی گفتن؟ گفتن محمد خود شاعره و این کتابی که خدا با اون نازل کیسته این هم عبارت از شعره. خدا همینجا گفت نه، محمد شاعر نیست، محمد پیامبر است و این آیت های را که او میخواند این شعر نیستند، این کلام من است. این سبب نزول داره. با همین آیت ها ببین مردم ها چی میگن؟ این خدا گفته است که محمد شاعر نیست. برای چی گفته می گپه؟ برای آن که مشرکا گفتن او شاعره، خدا گفت که شاعر نیست. لیکن اینم معنای او را ندارد که خداوند شاعر را مذمت کرده باشد یا شاعر را تنقید کرده باشد. ولی من در اینجا دارم سخنهام. یا ببین سوره مخصوص در باب شعرا، در باب شاعرها خدای مهربان سوره مخصوص داریم. برادر عزیز، الله مهربان اینها اگه دلیل میارن، همین نزاعی ها بگیم، همین نفرهایی که شعرخوانی را مذمت میکنن، ملامت میکنن، میگه بین الله مهربان چی گفته است؟ گفته است و شعراء یتبعهم الغاوون. میگه شاعرها گمراهان، یعنی شاعران را گمراهان پیروی میکنن، یعنی پیروی شاعرها گمراهان هست. این چی معنی داره؟ اینجا در آیت میاد از سوره مبارکه شعرا آیت 224. یعنی در اینجا مقصد از گمراها کی است؟ آیا همینجا هم تنقید شاعرها است؟ نه. اگر ببینید آیت آخرش بعد همین سوره را معنای همین را میکرد، همین هم دلیل میارن. میگه ربین
شاعرها را گمراه ها پیروی میکنن. یعنی شاعر هم گمراه های، پیرواش هم گمراه های. لیکن این معنا را نداره برادران. آیت قرآن بینیم میگه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون. الله ربین چی میگه؟ این آیت هم میاره و اگه اینجا در من سبب نزول شد بگم همین آیت هم. محمد ابن اسحاق درباره سبب نزول میگه که چون آیتی و شعراء یتبعهم الغاوون نازل شد، یعنی همون آیتی که من خواندم، وقتی همین میگه نازل شد یعنی شاعرها را گمراه ها پیروی میکنن، میگه حسان ابن ثابت اگه شاعرهای دوره پیامبر، ولی من از باره اینا گپ میزنم که اینا کیا هستند. حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه، کعب ابن مالک گریه کنان نزد رسول الله آمدن. این شاعرهای پیامبر بودن، شاعرهای دوره پیامبر بودن. اینا همه مسلمان بودن، با شعرهاشون خدمت میکردن. میگه گریه کردن، گفتن که وقتی خداوند این آیت رو نازل کرد میدونست که ما نیز شاعر هستیم، پس وای به حال ما. این حسان، عبدالله و کعب و اینها که شاعر بودن گفتن خدا میدونست که ما شاعر بودیم، برای همین گفت که شاعرها را گمراه ها پیروی میکنن. شاعرها مقصد گمراهن، اما شاعریم که پیامبر گرامی. برادر عزیز، در اینجا بود که رسول خدا تلاوت کردن. انا که بعد همین آیت نازل شد الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ببینید بعد چی گفت؟ بعد همین آیت خوان، بعد آنگاه فرمود این مؤمنان شایستکار مورد نظر از شما هستید. بعد گفت الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خدا گفتی چه جدا کسایی کو؟ همو کسایی که پیرو عمل صالح شدن و الله در ایمان آوردن، گفت یا شمایی. یعنی حسان گفت، عبدالله ابن رواحه را گفت، کعب ابن مالک که شاعر بودن گفت یا شمایی. سپس باز تلاوت کرد و ذکر الله کثیرا، با دوامی آیت و خدا را بسیار یاد میکنن و فرمود اینها نیز شمایی. و گفت کسانی که الله را بیشتر یاد میکنن. همین شاعرها با درباره برابر شعرشون با الله را ذکر میکردن، گفت اینهاش هم شمایی. سپس با تلاوت کرد و انتصروا من بعد ما ظلموا. آنگاه گفت که اینا نیز شمایی، یعنی شما و امثال شما هست که در این آیت مورد استثناء قرار گرفته. یعنی گفت شما با شعرهاتون که دین نصرت میتین، با شعرهاتون که خدمتی در دین میکنین، گفت اینهاش هم شمایی. برادر عزیز، وقتی آیت ها را در پیش شما میخوانند که این خدا شاعرها را ملامت و مذمت کرده است، شما در حال خود عالم ها هست، دامله ها هستن، بپرسیم برادر عزیز. تیز به این سخنهای اینا داده نشید که فهمی که همین آیت چی معنی داره، کی نازل شد، سبب نزولش چی است، آیا همین حقیقت دارد ندارد. با آیت قرآن با شما را فریب ندید برادران. اینا بین در اینجا آمده است حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه، همون سعد ابن مالک، لبید ابن ربیعه، خود حضرت همین امام شافعی، یک امام بزرگ، خودش برادر ولی من کتابش دارم در خانه، شعر ایجاد میکرد، شعر میخوان. همین خود جناب امام شافعی هم. انا که حدیث هایی که برادر عزیز آمده است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایرا برا ابن عازب صحابه پیغمبر در بخاری در حدیث 4123 و حدیث 3213 پیغمبر گفت اهجوهم او هاجیهم و جبرائیل معک. قال لحسان ابن ثابت اهج المشرکین فان جبرائیل معک. پیغمبر ثابتی حسان ابن ثابت چی گفت؟ گفت ای حسان، خدا ترا استعداد داده، خدا ترا قلم خوب داده، تو مقصد با شعرهات گفت این مشرک ها را حجو که، اینها را مسخره که گفت،
جبرائیل همراه تای. برادرها میگه جبرائیل همراه تای، جبرائیل همراه شاعره. شعر نادرست باشد، شاعری نادرست باشد، پیامبر حسان ابن ثابت هم میگه جبرائیل قطعی تای. ببینید حدیث دیگر باز در همین هم صحیح مسلم و هم صحیح بخاری، اللهم ایده بروح القدس ما دام ینافع عن رسولک والذی نفسی بیده لهو اشد فیهم من النبل. پیامبر گفت خدایا با این روح القدس با جبرائیل، خدایا همین حسان ابن ثابت با قوت بته. بین دعا کیسته خدایا تواناییش بته با جبرائیل تا زمانی که این دفاع از پیامبر میکنه. بعد گفت قسم به بزرگی خدا، پیامبرمون میگه بین لهو اشد فیه من النبل، میگه از همین تیر و شمشیر نزدی که ما در سینه مشرکا میزنیم از او در پیامبر گفت قسم به خدا مصرع های شعر شما گفت تأثیرش زیاده. مرحمت حدیث های جناب امام بخاری. این صحیح بخاری برادر عزیز، این کتاب صحیح بخاری است. حدیث 4106 زمانی که برادر عزیز میگه همون خندق کنده میشید، عکاب، وقتی صحابه عکاب میکندن که تعلیماتی را میدونید حضرت سلمان آوردگی بود، میگه در همینجا این آمده است لما کان یوم الاحزاب و خندق رسول الله صلی الله علیه وسلم رأیته ینقل من تراب الخندق حتی وار عنی الغبار جلدت بطنی. اصحاب پیغمبر میگه وقتی که پیغمبر میگه همون عکاپ میکندیم، همون خندق میکندیم، بالای میگه همون شکمای پیغمبر میگه پوری خاک بود، میگه همون را تازه میکد و کان کثیر شعب فسمعت یرتجز بکلمات ابن رواحه و هو ینقل من التراب. میگه هرگاهی که همون خاکا را که میکشید و میبرد پیامبر خودش برادر عزیز خودش میگه همون شعرهایی را که عبدالله ابن رواحه ایجاد کرد میگه همین را میخوان. چی شعر بود؟ اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الاولی قد بغوا علینا و این ارادوا فتنة ابینا. ولی همین آخرش میگه حضرت بین میگه ثم یمود صوته بآخرها، میگه با همین مصرعهای آخر میگه حضرت زمزمه میکرد میکشید میگفت این الاول قد بغوا علینا و این ارادوا فتنة ابینا. میگه همین را میخوان که معناهای زیبا دارد، یعنی اگر من این را دیگه معنا نکنم ولی شما دانید که ثابت است که حتی پیامبر گرامی شعری را که عبدالله ابن رواحه که شاعری زمان پیامبر بود ایجاد کرده بود، پیامبر خودش حتی در کندن همون خندق حضرت خودش زمزمه میکرده میره، خودش میخوانده میره. برای همین اگر به شرط شعر خطا بود، شاعری خطا بود، چرا حضرت مثال نهی نکرد؟ اینجا آمده است ببینین ابن ماجه حدیث صحیح میگه از ابی ابن کعب میگه این من الشعر لحکمه. پیامبر گفت شعرم حکمت، شعرم علم. ببینین شعرم گفته است نیک، شعرم گفته است خیر، حکمتش خوانده.
حدیث مسلم ابو هریره میگه اصدق کلمت قالها شاعر کلمت لبید علی کل شیء ما خلا الله باطل. ببینید لبید ابن ربیعه را پیامبر حدیث متفق علیه حدیث مسلم هم هست، حدیث بخاری هم هست. پیامبر میگه راستترین سخن لبید است. این لبید همون شاعر زمان پیامبر ابن ربیعه که چی گفته بوده است؟ گفته است هر چیزی که اینام خدا خالی باشد او باطل است. لیکن پیامبر سخن لبیده میگه راستترین سخنه. برای همین برادرای عزیز و گرامی اون حدیثی را که مسلم و بخاری آورده است که از عبدالله ابن عمر از پیامبر که لئن یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر له من ان یمتلئ شعرا. پیامبر گفته است اگر شکم شما پر از زرداب باشه، پر از چرک باشه، این بهتر است که پر از شعر باشه. ولی همین هم حجت میارن. لیکن الحمدلله که در شرح این حدیث آمدگی است که مقصد از این شعرهایی که فحش باشد، شعرهایی که مقصد بی‌معنی باشد، شعرهایی که مبالغه هستند، شعرهایی که مردم به اخلاق بد دعوت میکنند. البته این شعرها زردابند، اینها چرکند، اینها را ما گناه میشماریم. لیکن شعرهایی که وقتی میخوانند در وصف پیامبر نازنین، شعرهایی میخوانیم که چقدر سخن، همین شعر هم مثل سخن است. شعری هست که با همون سخنی خوب داره، مردم به شعر هم دعوت میکنیم. چگونه در حدیث ها ما و شما مشاهده کردیم. از این لحاظ برادر عزیز دانید که شعر خواندن یا شاعر بودن این گناه نیست. گناه همونش است که اگر شعری نادرست و شعری بد و شعری ناخوب را ایجاد میکنن. الحمدلله امروز در تاجیکستان ما هم شاعرای خوب داریم برادر عزیز. شاعرایی داریم که انشاءالله شعرهای خیلی زیبا هم ایجاد کردن، چه در وصف پدر، چه در وصف مادر، چه در تربیت پدر و فرزند، چه در وصف وطن. ببین بسیار نیک است، بسیار خوب است. از این لحاظ برادرای عزیز به این سخنها داده نشوین و چیزی را که الحمدلله اهل علم ما میکنن، خدا خواهد اینها از پیش خود نمیکنن، هر چیز دانسته میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.